زمینه رو به شما ارزانی کرده و شما که مثلا دیگه از او باید استفاده نیک کنید. وقتی پیش روی خانه شهدا تیر میشیم، پیش مردم تیر میشیم، وقصد فی مشیک، رفتن در کمکی فروتنی و تواضع که از خدا اختیار کنه. واغضض من صوتت پایین که میگه پروردگار هم امیرالمومنین حفظه الله بسیار آرنگ ها را منع کرد، بند کرد. فقط معمولی آرنگ باید باشه و ما که دیگه حرکت میکنیم و نهتمون چقدر بالاست، مرتفع است صداش، خلاف همه ادب است، خلاف شریعت است، خلاف دستور خدا است، خلاف دستور پیغمبر است، خلاف دستور امیر مسلمان هاست. واغضض من صوتک ولا تصعر خدک للناس، جبینت از مردم به اساس کبر و غرور دور ندی که مردم برایت ناچیز معلوم شو پیش چشمت. واقصد فی مشیک، در رفتنت، در بازگشتنت، با تعلقت به مردم، با سلام علیکم، با شست برخواستت، با ملاقاتت، با تکلمت، واقصد فروتنی و تواضع اختیار بکن. آمدی که این مناسب به ما شماست. ملت ما شما بسیار ملت مصیبت دیده است، رنج دیده است، با دردشان، با مصیبتشان، با همه چی شریک هستیم. کدام برادرایی است که دیگه ده ها جوان کس شهیدش جسدش ندیده، پارچه های استخوانش بر نداشته. اون مصیبت چطور از دل ما رفت؟ مردمی که احساس درد نداره، مردمی که آبی دیدهش به چشمش نیست، به رویش نیست، مردمی که از شهدایش، از کشته شدگانش که مثلا دیگه عبرت نگرفته، درد اونا به دلش نیست که اونا به چه هدف وفات کرد، شهید شده، از دنیا رفت. مردمی که به فکر ساختن نظام نیست، به فکر هوا و هوس است، همه چیز فراموش کرده. میتونه نظام